همون زبان مولانا کلمات طوری گذاشته که آدم دلش خوش میشه. کی جرأت میکنه از قول خدا حرف بزنه؟ نیم ز کار تو غافل همیشه در کارم. تو فکر نکن من یه گاهی هستم گاهی نیستم. نیم ز کار تو غافل همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم به مهر بردارم. من تو رو نمیذارم اینجا که فنا بشی، که من برت میدارم. بنابراین هضم میکنه آدم، روحش تازه میشه از اخبار خوبی که مولانا مثل شکر میان بحر عسل بانگ میزند هر جان. بیا که باز رهیدم ز شهد زنبوری. از این شیرینی هایی که تا آدم میاد یه لقمه بخوره 50 تا زنبور هم ریشش میزنن، از این خلاص شدم، به شیرینی حقیقی رسیدم. در مصاحبت مولانا شما به شیرینی میرسین، به حلاوت واقعی میرسین، به لطافت و امنیت